یا الله، این دل ما کوچک است و بعضا ناامید می شویم. بعضا دردها رو بیش از اندازه می بینیم. بعضا گمان می کنیم که همه راه بستند. اما تو بهتر می دونی که پسی هر دری بسته رحمتی وجود دارد. یا الله، ما انسان ها ضعیف هستیم. دلهایمان زود می شکند. امیدهایمان زود خاموش می شود و طاقت سنجش های سنگین تو را نداریم. یا الله، ما رو بر حال خود مگذار که گمراه می شویم و اگر رحمتت را از ما بگیری هلاک خواهیم گشت. پس ما رو مغفرت بکن و دستمان را بگیر، زیرا ما انسان های ضعیف از چیز جز رحمت تو برخوردار نیستیم. یا الله،